میخوام یه غذا بهت یاد بدم که امکان نداره بخوری و عاشقش نشی. اول مرغا رو خوب تمیز میکنی. حالا به ازای هر یه دونه مرغ 3 تا پیاز پوست میکنی. پیازا خیلی بی تربیت هست، اشکمو در آوردن. میایم یکم زعفرون دم میکنیم. خیلی پیازه تند بود. میذاریم تو یخ که دم بکشه. میذاریم پیازا تا جای ممکن خورد بشن. حالا پیازا رو میریزیم تو آبکش تا آبش بره. حالا مرغا رو میریزیم توی غذا ساز و بعد پیازایی که ریخته بودیم تو آبکش که آبشون بره رو میریزیم این تو. زردچوبه، نمک، ادویه کباب به همش میزنیم. یک مقدارش رو میریزیم تو مایتابه و اینجوری صافش میکنیم. 500 ساعت طول کشید تا اینو صاف کنم. حالا مرغ تابه‌مون آماده شد.